میخوام ازت جدا شم. میخوام ازت جدا شم. طلاق برای شما یه کلمه خیلی سیاه و تلخ و غیر قابل باوره؟ یعنی وقتی در مورد طلاقی که جلوتون شروع میکنه به صحبت کردن حال شما خراب میشه، پیش خودتون میگین تو رو خدا اصلا حرف طلاق و جدایی و غم و قصه و مصیبت نزنید، تو رو خدا الان تا صداش میکنی درو میزنه میاد تو. برای شما اینطوریه؟ اونایی که این کلمه طلاق براشون به شدت تلخه، غیر قابل باوره، دردناکه، معمولاً کسانی هستن که انرژی هرا توی اونها خیلی زیاده. اما برای این دسته از رفقا یه جمله‌ای رو دارم، یه حرف خیلی مهمی دارم امروز. ببینید هیچ کس نمیخواد امروز بیاد طلاق رو تشویق بکنه، بگه به 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 طلاق بگیرید، نه جدا بشید، نه ما هم چیزی نمیخوایم امروز در موردش صحبت کنیم. اما رفقا یه مسئله این وسط وجود داره و اون اینه که طلاق گاهی بهترین درمان میشه. طبیعتا وقتی که زندگی عاطفی دوتا آدم با همدیگه به مشکل میخوره و مراجعه میکنن به همکارای من، ما تمام تلاش خودمون رو داریم میکنیم که تا اونجایی که میشه این رابطه رو دوباره به حالت سالم خودش برگردونیم. اما بعضی وقتا مثل بدن میمونه. مثلا دیدید بعضی از قسمت‌های بدن، مثلا پای طرف دچار یه مشکلی میشه، تشخیص پزشک اینه که باید فلان قسمت پا رو برید، فلان قسمت دست رو برید، چشم رو تخلیه کرد، این بدن تیکه از بدن رو خارج کرد. خب قطعا هیچ پزشک عاشقانه این کارو نمیکنه که، نمیاد بگه وای چقدر اتفاق جالبیه، بیاین آپاندیس اینو در بیاریم، بیایم پای اینو از زانو قطع کنیم، بیایم چشم چپش رو خالی. هیچ پزشکی عاشق انجام یه همچین کاری نیست، گفتنش هم سخته. اما چرا اون پزشکی میگه؟ برای اینکه میدونه که الان بهترین راهکار اینه اگر امروز این پا رو از مثلا مچ قطع نکنه، فردا از زانو قطع میکنه. اگر امروز این تیکه رو در نیاره ممکنه که بیماری گسترش پیدا کنه و همه بدن رو مثلا عفونت یا اون بیماری به خصوص در بر بگیره. این هم همون جوریه. یعنی ما تا جایی که احساس میکنیم میتونیم به برگشتن رابطه شما به حالت سالم کمک بکنیم این کار رو میکنیم. اما شما هم باید یه کمک بکنید به خودتون. زمانی که تشخیص اینه که طلاق بهترین درمانه، جدا شدن این دو تا آدم بهتره، موندن شما برای هر دومون سخته. من اینو خوب میدونم که تو با من نمیمونی، منم با تو نمیمونم. باید از هم جدا باشیم، تو راه ما تداوم نیست. باید باور کنیم اینو، میون ما تفاهم نیست. باید باور کنیم اینو، میون ما تفاهم نیست. این نکته‌ای که گاهی دوستانی که انرژی غالب آرکیتایپشون هرا خیلی بالا هست براشون غیر قابل باور هست، یه مقدار پذیرشش سخته و سعی میکنن با اجتناب، با روبرو نشدن، با به تأخیر انداختن اون خودشون رو امیدوار کنن. همونجوری که تو پستای قبلی گفتم، چون منتظر معجزه هستن که ایشالله و ماشالله و خودش درست بشه و خدا درست بکنه و اینها. نه، خدا از طریق عقل کارای ما رو درست میکنه. پس بهتره با مشورت گرفتن و دیدن واقعیت و روبرو شدن با ترس‌ها و مشکلاتمون اونها رو شروع کنیم به اصلاح کردن. از هر چی اجتناب کنیم رخ دادنش از بین نمیره، قطعا اتفاق میفته، اما خدای نکرده ممکنه با خسارت بیشتری.